سفارت ترکیه در دوشنبه روز هفتم اپریل سال 2024 در صفحه‌اش در فیسبوک ترتیب نوی سفرها به این کشور برای شهروندان تاجیکستان را توضیح داد. بنا به توضیح سفارت تا 20 اپریل سال 2024 شهروندان تاجیکستان همچنان می توانند بدون ویزا به ترکیه سفر کنند، ولی برای سفرهای بعد 20 اپریل باید از سفارت یا دیگر نمایندگی‌های دیپلماتی ترکیه روادت یا ویزا بگیرند. آنهایی که الکی در ترکیه قرار دارند تا 90 روز می توانند بدون ممانعت آنجا بمانند و برایشان پر کردن یگان اجرت علاوگی لازم نیست. سفارت همچنین در پاسخ به سوال یکی از کاربران شرح داد که نرخ ویزا برای سفر یک کرته به ترکیه $60 و برای سفرهای بسیار کرته $190 مقرر کرده شده است. آنهایی که از طریق ترکیه پروازهای ترانزیتی دارند به ویزا ضرورت ندارند. سفارت در اطلاعش گفته است که انتظار می رود این اقدام یعنی جاری کردن ویزا برای تاجیک‌ها موقتی است. از شرح‌های زیر این خبرنامه سفارت ترکیه برمی آید که بسیاری ها تصمیم مقامات ترکیه جهت بیکار کردن نظام بدون روادید برای شهروندان تاجیکستان را منفی قبول کرده آن را بازی سیاسی و تا یک نقطه سیاه در روابط دو کشور نامیدند. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفته بود که از جانب ترکیه درباره جاری شدن ویزا برای شهروندان تاجیک رسما یگان اطلاع نگرفته است. شاهین صمدی سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان روز 6 اپریل سال 2024 به از پلوس در این رابطه گفت طبق تجربه بین المللی جانب ترکیه می بایست از قبل جانب تاجیکستان را از صحنه جاری کردن نظام روادید خبردار کند. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان تاکید کرد که دوشنبه نیز در اساس اصل پاسخ متقابله مسئله جاری کردن ویزا برای شهروندان ترکیه را بررسی می کند. تنها روز 7 اپریل وزارت خارجه تاجیکستان تصدیق کرد که جانب ترکیه شب 6 به 7 اپریل بالاخره جانب تاجیکستان را توسط راه‌های دیپلماتی از این اقدامش رسما خبردار کرد. طبق قبلا خبر دادیم 6 اپریل سال 2024 در نشریه رسمی حکومت ترکیه رسمی گزیته فرمان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان نشر شد. در این فرمان گفته می شود که قرار کرده شد که رژیم بدون روادید برای سفر به ترکیه به شهروندان تاجیکستان که شناسنامه‌های خارجی عادی دارند بیکار کرده شود. تصمیم ترکیه در مورد بیکار کردن نظام بدون روادید برای شهروندان تاجیکستان در پی سلسله حمله‌های تروریستی از نام سازمان تروریستی داعش در کشورهای گوناگون از جمله در ترکیه با اشتراک زادگان تاجیکستان صورت گرفته اعلان شد.